سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: گفتگوی تلفنی وزیران خارجه افغانستان و عمان، شهید و زخمی شدن 7 غیر نظامی در ادامه جنایت جنگی رژیم نظامی پاکستان در خاک افغانستان. امروز چهارشنبه 20 ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با بدر بن الحمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزارت امور خارجه میگوید که در این گفتگو روابط دو جانبه و تحولات اخیر در منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این وزارت افزوده که دو طرف تحولات اخیر در خاور میانه را نگران کننده توصیف کرده و تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران و گسترش جنگ به دیگر کشورهای منطقه را محکوم کردند. دو طرف همچنان پیرامون آخرین وضعیت میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده که طی آن آقای متقی موضع حکومت افغانستان را در مورد تجاوز پاکستان و اقدامات دفاعی متقابل امارت اسلامی توضیح داد. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید که جنایات جنگی رژیم نظامی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند ادامه داشته و غیر نظامیان افغان در ولایت‌های پکتیکا، خوست و نورستان تلفات و خسارات دیدند. در پی این حملات در قریه کوته ولسوالی دنده پتان پکتیا و ولسوالی زازه میدان خوست غیر نظامی شهید و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای فطرت بر اثر شلیک هاوان و توپ دیسی چندین خانه در ولسوالی شگین پکتیکا، کامدیش نورستان و زازه میدان خوست تخریب شده است. تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر نامگذاری افغانستان به عنوان حامی توقیف نادرست را تأسف بار خواند. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهارات تاکید کرده است که هیچ شهروند خارجی در افغانستان به عنوان ابزار معامله بازداشت نشده و برخی افراد تنها به دلیل نقض قوانین نافذی کشور بازداشت شده‌اند. به گفته وی در بسیاری از موارد این افراد پس از طی مراحل قانونی آزاد شدند. سخنگوی وزارت خارجه گفته که در جریان 1 سال گذشته امارت اسلامی با میانجیگری قطر در رابطه با قضیه برخی شهروندان آمریکایی گام‌های مثبت از روی حسن نیت برداشته است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.